سلام بچه‌ها، امروز مسابقه داریم. بریم با هم ببینیم تو یه روز از مسابقه ما چه اتفاقاتی قراره بیفته. نظرتون بازی چند میشه؟ راستی ساعت 7 صبح ما رو بیدار کردم. شما تو مینیبوس نشستن، من دارم با ماشین دنبالشون میرم. این دوتا هم رفیقان میخوام بیان تو ماشین ما بشینم. ایلیا این نگاه به دوربین بکن. یه محسن رسانه بودیشون کیف کنیم تا شاب دلجه حوصله همون سر نست. همین الان بگید نتیجه بازی چند. واقعا چرا باید بازی ما 7 یا 8 صبح باشه؟ همون خوابم میاد. رسیدیم ببینیم میبریم یا نه. ببینیم چی میشه. شامی اومد برو به جلو بریم آقاسم بریم بالا خوبه بده گیریم ندن برو تمام آقاسم برس یه در کمه جون تیمور تامی انتقال بده بوده تامین بشار آفرین اول بده دارو تیمور سری کنترل حالا بریم اول بس فشار کمک اول بس اینا آفرین هر کی آره خودش تامی خالی نباشه آقا به جنگ وسط زمین تا آها باری کلن اینجایی تامی باری کل اول بس کلا بزن بریم ارفان بریم ارفان جانم آرش محکم تامی محکم آریان باری کلا بزن باری کلا آریان این بزن خوبه محمد حسین خوبه چیه بابا بگیر پای مخ اشکال نداره دوباره اینجا رفتم دادم نقشه بابا باری کلا بیایم بالا صدرا مایما رادی رادی بزن صدرا بیا بیرون صدرا باختیم. من باختم بعدم باختم 3-1 دروازه رو باختیم.
4 3 رنگ خود 4 3 دو تا که نیمه اول خوردیم دو تا هم نیمه دوم بابا 3-1 شدیم میگم 3-1 شدیم حالا هرچی اصلا خود دروازه ها کفتر میگرفت اینجا تو بالا سر به این کفتر از بالا سر تو هم بالا سرش هم گل شد اون یکی حسین بلد این دفعه تو پای داد به حریف یه نزد گل خورد اون گلم که اصلا من تنه زدم فکر فیلم گرفتی نه تنه زدم خطا گرفت رو کردم تنه خطا نی تنه تو فوتبال مجازه آقا تا گل زده هر موقع گل میزنه خودشو چست میکنه